نمیدونم بگیم غذای شمالی یا جنوبی، ولی هر چی که هست خیلی خوشمزه است. پیازا رو خورد میکنید، پوست بادمجونا رو میگیریم، نمک میزنیم. من از سینه مرغ استفاده کردم، به این اندازه خورد میشه. نمک و فلفل سیاه میزنیم و توی روغن دو طرفش رو خوب سرخ میکنیم. توی همون مایتابه پیازا رو اضافه میکنید، تغییر رنگ که داد ادویه ها اضافه میشه، ادویه هم تفت میخوره. تو این فاصله سبزی گشنیز و نعنا رو ریز ریز خورد میکنیم و اضافه میکنیم به پیاز. خوب سرخ میشه. به رنگ مورد نظرتون که رسید بهش سیر اضافه میکنید. حالا نوبت اضافه کردن ربه برای رنگ و مزه بهترش. بعد بهش سینه مرغ اضافه میکنیم. برای چاشنی این خورش من از رب نارنج استفاده کردم. چند تا دونه آلو و آب جوش رو اضافه